سلام بچه ها. خیلی پیغام داده بودین که میخواین اینجا رو ببینین، اونجایی که کار میکنیم. و خب یه چیزی باید بگم که کارخونه MBN ما 2 تا کارخونه داریم. یه کارخونهمون داخل اسپانیا هست و یه کارخونهمون هم داخل لهستانه. توی هلند ما فقط یه جا داریم که حالت مثل انبار ماننده که فقط محصولات رو نگهداری میکنیم و چند تا هم فروشگاه داریم که سطح شهر پخش هستش. ولی خب حالا اگه دوست داشته باشین اینجا رو میتونم بهتون نشون بدم ببینید چجوریه. ولی خب محیط انباره. ولی خب یه فیلم کلی براتون میگیرم که خوشتون بیاد. بریم ببینیم. خب اینجا بخش بسته‌بندی محصولات MBN در حقیقت که میبینید اینجا محصولات ماست. اونجا هم که میبینید یه دونه باشگاه اختصاصیه که مربوط به خودمونه، یعنی برای خودمونه، برای خودمون استفاده شخصیه در حقیقت. این هم یه سری که از لباسا میبینید، مکمل ها. این هم پریوشات های جدیدمونه که تازه اومده و هنوز از بسته بندی باز نشده. چیزای مختلفه که میبینید انبار ما. اینجا هم وسایل کاردیو، هوازی. این قسمت هم هست که مخصوص پروتئین ها و مسائل دیگه. حالا بریم داخل جلو هم بهتون نشون بدم. خب گفتم از جلو هم براتون بگیرم. این جلوی انبار اصلی ماست که همونجور که میبینید اینم فضای بیرونه مشخص. اینم اسطوره مقاومت آقا خالد گلاب. خب بریم داخلم ببینیم. اینجا در باز میشه، میان داخل. اینجوری عکس نادا خالد. اینم بخش فروشگاهیه که همون داخل انبارمون، یعنی قسمت جلوی انبارمون قسمت فروشگاهیه که همونجوری که میبینید. اینم مدالای خودمه، تو مسابقات مختلف شرکت کردن گرفتم. بشنوید و باور نکنید. این هم محیط ماست. اینجا هم که براتون تولید محتوا میکنیم این قسمته که میشینیم با استا خالد صحبت میکنیم. و یه چیز جالب که بهتون الان نشون میدم. اینجا هم که دیدید اینم که سیستممونه که یه حالت من نمیتونم زوم کنم چون اسامی مشخصه و سفارش ها اینجا برای ما میاد و ما پرینت میکنیم میفرستیم براتون. و اینو میخواستم بهتون بچه‌ها، این 3 تا مدال خیلی مدالای مهمی هم هست، هم میتونه در آینده باشه. اینا اولین مدال های حرفه‌ای روبیل هستش که خالد مربیگریشو انجام داد و به قول نیرو گفتنی این مدال ها رو بعد از اینکه پرو شد، یعنی پروفشنال شد، کارت حرفه‌ایشو گرفت، تقدیم کرد به خالد. و این 3 تا مدال برای ما خیلی ارزشمنده چون میدونیم روبیل آینده خیلی خیلی درخشانی داره و ما خوشحالیم که استارتشو در کنار تیم ما و بزرگایی مثل خالد شروع کرد. اینم از این بچه‌ها. خب چطور بود؟ خوشتون اومد؟ به قول این دوستمون کامنتی، پیغامی، چیزی بدین. اگه بدم بود بگین خوب بود که ما انرژی بگیریم که ادامه بدیم. دوستتون دارم. از طرف خودم و پروتئین های MBN باهاتون خداحافظی میکنم. فعلا گود بای.